سلام بچه، حالتون چطوره؟ کیلمستر هستم. خوش اومدین به اولین ویدیو کانال من. امروز تو این ویدیو اومدم خودم معرفی کنم. من پارسا هستم با لقب کیلمستر. حالا بعدا بهتون میگم که چرا لقب کیلمستر به خودم گرفتم. حالا داستان مفصلی داره. خب من این چنل مزخرف برای چی زدم؟ چرا میگم مزخرف؟ چون الان شما بک‌گراند رو ببینید، بک‌گراند مزخرفه. بک‌گراند فقط چیزی مثلا که دارم فقط اینه. این اورال کارته که اینم زیاد به درد نمیخوره. هم زده استی و هم اورال 89 واسه ایران، رئال مادرید و اینا. فقط اینو گذاشتم. بعد مطمئنم الان صدام زیاد خوب نیست چون فعلا میکروفون نگرفتم. ویدیو رو گذاشتم اگه حمایت بشه، مثلا اگه ویدیو مثلا ویو بگیره برم مثلا میکروفون بخرم. الان مثلا من میکروفون میخرم، میام ویدیو میذارم، هیچ ویوی نمیگیره، مثلا پولم الکی هدر میره. و اینکه هدف ما از این چنل چیه؟ این چنل رو اوورم گذاشتم که ببینم مثلا به سابسکرایبی به ویوی میرسم یا نه، که مطمئنم به احتمال زیاد نه این مثل همین ویدیو نه ویوی میگیره نه سابسکرایبی میگیره. اصلا مطمئن همین ویدیویی که الان گذاشتم هیچکی نبینه، چون نه تامنیلش رو کرده. تامنیلش سعی میکنم اوکیش کنم. و توی این کانال قراره که ویدیوهایی مثل حالا چالش‌های مختلف، مثلا ویدیوهای گیمی، گیم پلی، مرحله‌های بازی مختلف، مثلا جی تی سن آندرس، جی تی آی وی، بعضیاش وی و غیره رو براتون بذارم. میدونم الان فیسم مثلا معلوم نیست فیسم چطوری افتاده توی ویدیو اینا. الان مثلا اینطوری بذارم، کلا رو برعکس بذارم، اینطوری بذارم، نمیدونم، حالا ولی همینجوری میذارم. بعد چالش‌های سعی کن نخرید که نمیتونم اصولا بذارم. چرا؟ چون الان مثلا شما تو اینترنت سرچ کنید ویدیو سعی کن نخندید تو یوتیوب، ویدیو پوتک و فرش سایلنت و سوگنگ و اینجور مثلا یوتیوبرها رو میاره که اگه شما مثلا همینجوری سرچ کنید سعی کن نخندید، برید پایین مثلا کسایی که سعی کن نخندید گذاشتن ویدیو کم گرفته اونا رو نشون نمیده. یعنی شما برید همین سرچ کنید سعی کن نخندید، ویدیو پوتک و اینا رو میاره دیگه. میا پلیز، کوروش، مثلا کومان، کوروش اینا رو میاره. برید پایینتر مثلا یک شخص اومده مثلا سعی کن نخندی گذاشته، مثلا 200 تا مثلا ویو گرفته، اون نمیاد به شما نشون بده، میاد مثلا این چت پوتک رو به شما نشون میده. حالا این یه الگوریتم مزخرف یوتیوبه. مثلا من سعی کن نخندی بذارم، فکر نکنم کسی ببینه. و اینکه تو ایران هم یکم مزخرفه مثلا سابسکرایب گرفتن و اینا، چون مثلا سابسکرایب یوتیوب مثلا سابسکرایب ایرانی و مثلا فکر میکنه که ربات هم میپرونه، مثلا لایک ها رو میپرونه. الان مثلا میا پلیز الان مثلا 500 600 تا سابسکرایب فکر کنم بیشتر هم داشته باشن، وقتی که 50 کا بودن باید 1 میلیون خورده سابسکرایب داشته بودن که این اتفاق نیفتاد و یوتیوب ساباشون رو پرون. حالا که مثلا این همه مثلا سابسکرایب دارم قطعا با خیلی بیشتر باشه که خود میا پلیز اون گفتش مثلا ما انقدر ویو داریم، الان انقدر سابسکرایب داریم، باید انقدر باشه که یوتیوب پرونده. و قطعا پوتک باید خیلی بیشتر داشته باشه. الان پوتک تقریبا یه 100 کا اینا تقریبا فاصله داره با 1 میلیون دیگه. اون مثلا یه حداقل 5 6 میلیون داشت. حالا البته تو اینستا اومدم ویدیو رو بذارم که مثلا من ویو میگیرم یا نه، چون من چند ساله که میخوام ویدیو بذارم و امروز فردا میکنم و مثلا ویدیو هم گذاشتم، حتی مثلا ویدیو نگرفته قیدشو زدم، یا خواستم توی اینستا مثلا ویدیو بذارم پست بذارم که من مثلا قیدشو زدم، حتی مثلا تستم کردم مثلا ویدیو کم گرفته، مثلا لایک های کم گرفته. تو یوتیوب مثلا نو ویدیو مثلا نو ویو شده، مثلا ویدیو نگرفته، سابسکرایب هم 0. حالا داریم شروع میکنیم. مثلا ویدیو بعدیمون به احتمال زیاد قراره FC24 باشه، FC24 موبایل، مثلا آموزش نکاتشو بهتون بگیم، پارت اولشو بذاریم براتون که اگه مثلا ویو گرفت حمایتی داشت پارت بعدیش هم بذاریم که امیدوارم حداقل 15 20 تا ویو داشته باشه که مثلا نت میدم و ادیت میزنم اینا، حداقل با اون 15 تا ویو یه انرژی بهم وارد باشه که ویدیوهای بعدی هم بذارم. و شما سعی کنید حمایت کنید دیگه. ولی باز میدونم مثلا اونقدر خفن نمیشه، ولی خب شما خوب نیست، ولی خب حمایت کنید دیگه، لایک کنید، کامنت بذارید، ممنون میشم که حمایت کنید. تو یوتیوب هم اومدم گفتم که سنگ مفت گنجیش مفت میندازم، اگه گرفت نگرفتم که هیچی. حمایت کنید، ممنون، لایک کنید، سابسکرایب کنید، منتظر ویدیو بعدیمون هم باشید. پیس.
out. نگی جایی یا مال مایی یا پلنگه چشم قشنگه نگی جایی یا مال